دوست من، رفیق من، عزیز من، موتورتو بیرون نیار. البته تو روزهای بارونی و برفی، ولی اگه مجبوری موتورت رو به خاطر شرایط کاری یا چیز دیگه بیرون بیاری، این 18 تا نکته رو حتما رعایت کن. سلام و درود به تک تک شما عزیزان، من محمد هانزو هستم و امروز اومدیم یه سری نکاتی که درباره موتور سواری تو روزایی که هوا بارونی و برفی هستش رو براتون بگیم. پس اگه میخوای با موتورت زمین نخوری و حادثه‌ای برای خودت و موتورت پیش نیاد، حتما تا آخر ویدیو همراه من باش. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و زنگوله کانال رو روشن کن تا اپیزودهای جدید رو اولین نفری باشی که بتونی ببینی. سوالات و نظراتتو برام کامنت کن که دونه دونه رو جواب میدم. برو که رفتیم. وقتی که بارون میباره، سوار شدن بر موتورسیکلت کمی پیچیده میشه. بله 100%. یه نکته دیگه ای که وجود داره، علیرغم خطرات ناشی از بارون، بسیاری از راکبین از موتور سواری زیر بارون لذت میبرن. اما برای یه راکب جدید که فقط یاد گرفته چگونه موتورسیکلت خودش رو سوار بشه و برونه، بارون خطرات بالقوه‌ای داره که باید جدی گرفته بشه. به هر حال سوار شدن تو بارون غیر ممکن نیست. اما باید نحوه موتور سواری خودمون رو کمی تغییر بدیم. خب بریم سراغ 18 تا نکته که بدونیم دقیقاً باید چی کار بکنیم. اولین نکته، تا جایی که ممکنه موتور رو تو روزای بارونی و برفی بیرون نیارید. شوخیتون گرفته. دومین نکته، موقع حرکت کردن فلاشر و چراغای موتورتون رو حتما روشن کنید. سومین نکته، به صورت ناگهانی لاین عوض نکنید. چهارمین نکته، ترمز گرفتن رو بذارید فقط برای مواقع خیلی اضطراری و حیاتی، خصوصا اگه موتورتون مثل موتور من ABS نداره. چاره‌ای نیست. پنجمین نکته، از روی این خطکشی‌های وسط خیابون و عابر پیاده اصلا رد نشید، چون خیلی لیز هستن و به محض یه نیش ترمز، حتی موقعی که زمینم خشک باشه، روشون سر میخورید. ششمین نکته، از روی این چاله های آب رد نشید، چون معلوم نیست که داخلش چقدر آب جمع شده باشه و باعث زمین خوردن شما بشه. ممکنه انقدر باشه یا آب جمع شده باشه. هفتمین نکته، یکی از مهمترین نکته ها اینه که سرعتتون بیشتر از 60 کیلومتر بر ساعت نباشه. هشتمین نکته، از یهویی شتاب گرفتن و گاز بستن به موتورتون خودداری کنید، چون زمین کاملا لغزنده است. نهمین نکته، قبل از اینکه راه بیفتید حتما چک کنید که لاستیکاتون آج داشته باشه. دهمین نکته، تا جایی که ممکنه از لباسای ضد آب استفاده کنید. با افتخار میگم یه لباس ایرانی ترم، از این لباس ایرانی نیست. 11مین نکته، از ماشین جلویی حداقل 50 متر فاصله بگیرید، چون وقتی که چراغ ترمز ماشین جلویی رو ببینید، غیر ارادی دست و پای شما رو دسته و پدال ترمز میره و هرچی نزدیکتر به ماشین بشید سعی میکنید فوراً سرعتتون رو کم کنید و این یعنی ترمز میخ و لیز خوردن و لحظه بعد زمین خوردن که امیدوارم کسی در اون موقعیت قرار نگیره. 12مین نکته، تو روزای بارونی تا جای ممکن از کوله پشتی استفاده نکنید، چون حسابی آبو به خودش جذب میکنه و سنگین میشه. 13مین نکته، با دنده های سنگین 1 و 2 و 3 حرکت بکنید. بده 6. 14مین نکته، بارون باعث میشه دید روبرو کم بشه و به عنوان یه موتور سوار قابل رویت بودن مورد بسیار مهمیه. به این نکته من توجه نکردم. پس اطمینان حاصل کنید که لباس، کلاه کاسکت و موتورسیکلت شما دارای نوار بازتابنده یا چیزی شبیه به اون هستش تا وسایل نقلیه دیگه هم بتونن شما رو ببینن. 15مین نکته، استفاده از چکمه، پوتین و یا کفش موتور سواری بسیار پیشنهاد میشه. پول بدن همه کارو بکنید.
16مین نکته، برچسبای ضد بخار شیشه کلاه کاسکت خیلی گرون نیست و برای اکثر کلاه‌های ایمنی مدرن هم در دسترسه. پس برای اینکه دیدتون مختل نشه حتما یکیشو تهیه و نصب کنید. اگه هم نمیتونید گرمکن شیشه نصب کنید، آب صابون رو روی قسمت داخلی شیشه کلاه بمالید و با حوله پاک کنید. صابون به جلوگیری از بخار کردن برای مدت زمان مناسب کمک میکنه. صابون گلدار عجب بویی داره، کیفیت شالی. 17مین نکته، از روی این پل‌های فلزی اصلاً عبور نکنید چون خیلی لغزنده و لیز هستن. و در پایان 18مین نکته رو هم شما برای ما توی کامنت ها بنویسید. بقیه‌اش تو توانم نیست. امیدوارم این نکاتی که بهتون گفتم رو تو روزهای بارونی و برفی ازش استفاده کنید تا بتونید یه رانندگی ایمنی داشته باشید. تصمیم گیری با شماست. الان من اینو چیکارش بکنم؟ لایک، ساب و اشتراک گذاری ویدیوهای کانال یوتیوب و فالو کردن پیج اینستاگراممون هم فراموش نکنید. تا یه ویدیوی دیگه و یه دیدار دیگه، خدافظ.